سلام. داخل این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که این فلزیاب چجوری کار میکنه، قطعاتی که روش هستش هر کدوم چه نقشی رو دارن و اینکه نحوه اتصال این قطعات به هم چجوریه. در مرحله اول این بازرمون هستش که با کابلی که وجود داره به این قسمت وصل میشه. دقیقا در هر دوتا فلزیاب همین طوره. تنها تفاوتی که این دوتا دارن اینه که این ماژول بهش وصل میشه، ماژول نشان دهنده، و این وصل نمیشه. از نظر حساسیت و دقت هر دوتاشون به یک صورتن. یک سیم پیچ هستش که به صورت پیش‌فرض داخل جعبمون یا کیتمون وجود داره که انتظار 1 متر رو از این نداشته باشید. این در حالت عادی بهترین سیم پیچ برای این، ولی شما میتونید سیم پیچ های دیگه ای هم برای کار مخصوص خودتون بپیچید. سیم پیچ میاد به این قسمت وصل میشه، جهت نداره و فرق نمیکنه که کدوم وری بزنید. این قسمت برای ولتاژ ورودی مدار هستش، بین 12 تا 20 ولت میتونید بهش ولتاژ بدید. اگر از 15 ولت به بالا بهش ولتاژ بدید، روی این دو تا قطعه هیت سینک آلومینیومی وصل بکنید. 4 تا ولوم داریم. ولوم سمت چپ فرکانسمون از 280 هرتز تا 2.8 کیلوهرتز متغیره. این ولوم مربوط به ولوم عرض پالسمون هستش که شما با تغییر این عرض پالستون تغییر میکنه، یا همون تقریبا میشه گفتش که عمق سنجه. و این ولوم مربوط به ولوم گینمون هستش، این حساسیت رو بالا میبره. این ولوم هم مربوط به ولوم صدا هستش. بعد از وصل کردن بلندگو ولوم رو کم و زیاد میکنید، صدا تغییر میکنه. یا اگر جک 3.5 میلیمتری صدا رو به این قسمت وصل کردید، بلندگو از مدار خارج میشه و صدا توی گوش میاد. با کم و زیاد کردن این همین صدا هم تغییر میکنه. روی این ماژولمون یک کلید وجود داره. این کلید دو وضعیت داره. یکی از وضعیتاش مربوط به خروجی این بارگرافمون هستش که حساسیت ارسال میشه به این قسمت و به صورت 10 تا LED به شما نمایش داده میشه. وضعیت دوم نشان دهنده مقدار شارژ باتریتون هستش که نشون میده که شما چقدر شارژ دارید. حالا اینکه هر یک از این خونه ها چند ولت هستش داخل دفترچه راهنما نمایش داده شده. فرق این دوتا بورد تنها توی همین سوکت اینجا هستش که این ماژول بهش بارگراف وصل میشه و این وصل نمیشه. میریم که تستمون رو بگیریم. من ویدیو رو پاوز میکنم و ادامه ویدیو رو به صورت تنظیم شده براتون ادامه میدم. خب دوستان، بعد از اینکه مدارمون رو تنظیم کردیم، باید حتما LED چشمک زنمون روی این وضعیت باشه. یعنی یکی از این بیت های اینجا باید همیشه در حال چشمک زدن باشه.